کاری بزرعلی رحیموف معمولاً از ساعت 3 صبح آغاز می شود. او همراهی همسرش به تل تپه های کوه برآمده تا نصف روز پیسته چینی می کند. بزرعلی می گوید در یک روز همراهی همسرش تا 2 سطل پیسته تر می چینند. همه یک سال یک بار پیسته می چینیم. تمام. دیگه نمیشه پیسته. همه یک سال نمیشه، یک سال میشه. همه می چینیم تمام. سال دیگه نمیشه پیسته. سال دیگه دم میگیریم. روز گرم می شود. همسر بزرعلی از کوه به سوی خانه رهسپار است. بزرعلی باشد از این درخت پیسته خوب یافته است. تا پیسته این درخت را نچیند کارش را انجام نمی دهد. با چنین طرز کار بزرعلی 4 قبچه پیسته جمع کرده است. این یک موی پره شید که پیسته چینده است ما. یک موی پره. این موی کمو بود. موی پیشنگی بود. چینده است اینا. حالا هم چینده است با پیسته. تو موی نمی 10 15 موی سنتیامبر میچینیم با جنباس میکنیم. پولنی. بزرعلی رحیموف 42 سال داشته ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین است. 7 فرزند دارد و همه آنها مکتب خوانند. اکنون بزرعلی پیسته جمع کردهش را باید فروشد تا به فرزندانش لباس خرد. میوی که یک سطل چای مایده. میوی که 3 سطل کلون. اینا هر روز میرم 2 سطل میچینم میارم. با پوستش. وای می توزا میکنم 1 سطل میشه. 1 سطل توزا میشه. قاقنی 1 سطل نمیشه. خریداران پیسته چیده بزرعلی را از 50 تا 60 سومون نرخ گذاری کرده اند. او با این نرخ راضی نیست. حالا بزرعلی پیسته چیدهش را 70 سومونی نرخ مانده است. خریدار پیدا نمی کند. از این رو پیسته های نوچیدهش را بالای پیسته هایی که خوش شده اند ضم می کند. این تکنولوژی هست که پیسته را از پوستش با همین شکل جدا می کنند. پیستچین های ناحیه شمس‌الدین شاهین می گویند که آنها این تابستان پیسته را الکی جمع‌آوری نموده با چنین اصول پیسته را خشک نموده اند. حالا در تاجیکستان 81,000 گکتار پیسته‌زار وجود دارد. 78,000 آن را پیسته‌زارهای ولایت ختلان تشکیل می دهد. پیسته در بعضی نواحی ولایت در 2 و 3 سال یک بار حاصل خوب می دهد. بزرعلی هم مثل دیگر پیستچین ها امید دارد که تا آخر موسم پیسته خوب جمع‌آوری خواهد کرد. محمود جان رحمتزاده، رادیو آزادی، پیسته‌زارهای ولایت ختلان.